امروز میخوام بهترین و بدترین هتل های GTA رو از 1 ستاره تا 5 ستاره تست کنم. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها دیروز ویدیو نذاشتم، یه مشکلی پیش اومده بود نتونستم بذارم، ولی امروز میخوام برم هتل های شهر رو تست کنم و ببینم بدترین و بهترینش چطوره. بذار لباس بپوشیم اول اینجا. خب لباس چی بپوشم؟ لباس بهتر و شیک‌تریه. بریم امروز واسه بدترین هتل GTA. اوکی، ماشینمون کجاست؟ اینجاست. بریم کافه یه قهوه بزنیم و توی اینترنت جستجو کنیم ببینیم بدترین هتل این شهر کجاست تا بریم با هم تستش کنیم. کافه رو گرفتیم و داریم میزنیم، جاتون خالی. و یکم توی اینترنت جستجو کردم، یه هتل پیدا کردم که رتبهش 1 ستاره بود و یه جورایی بدترین هتل شهره. این هتل بیرون شهر هستش و 20 دقیقه زمان میبره تا به اونجا برسیم و برو که بریم. بچه‌ها تقریبا نزدیکیم و خیلی وقت بیرون شهر نیومده بودم، مسیر روی خورده گم کردم، ولی خیلی اینجا جای باحالیه. بچه‌ها هتل یه جایی همین جاها باید باشه، باید پیداش کنیم. لوکیشن دقیقی ندارم، من فکر کنم اینجا هستش. بچه‌ها اشتباه اومدیم، اینجا نبود. واقعا این لوکیشن کجاست؟ چرا نمیتونم پیداش کنم؟ اینجاها دیگه باید باشه حتما، چون من مطمئنم توی همین خیابون بود. بله پیدا شد. همونطور که میبینید اینجا هم روی تابلو نوشته شده هتل. ماشین رو پارک بکنیم اینجا. چه جای افتضاحی، خدایی ساختمون رو ببینید. ما داریم زحمت میکشیم. بچه‌ها متاسفانه هتلی اونجا نبود، مثل اینکه تعطیل شده بود، ولی هتل دومی رو پیدا کردم با 2 ستاره. ماشین رو باید اینجا پارک کنم بچه‌ها. این ماشین از من نیست، ولی خب اوکی برو که بریم. خب بادیگارد هم جاره، پس از لحاظ امنیتی باید اوکی باشه و برو بریم بالا. خب بچه‌ها اومدیم. چه اتاق خفنی، این تابلوها چه جالبن. این دیگه چه خریه؟ تو اینجا چیکار میکنی پسر؟ آدم یه سری بهت بزنم رفیق. داداش من تازه اومدم، تو قبل از من توی این اتاق بودی. دقیقاً داری چیکار میکنی اینجا؟ نمیدونم تو اینجا چیکار میکنی. پسر بیا برو بیرون تا لط و پارت نکردم. بدو ببینم. هی باشه میرم. اوکی زود باش. چه جالب، یه کامپیوتر اینجا گذاشتن، عمومیه برای کسانی که هتل رزرو میکنن و میتونن اینجا با کامپیوتر هم کار بکنن و این خیلی آپشن خفنیه به نظر من. اینجا که چند تا تابلوی دستساز زیبا هستش. اینم از تخت خوابمون که 2 نفره است. پس من از 5 ستاره 3 ستاره به این هتل میدم و بریم که بخوابیم، صبح باشیم و بریم سراغ هتل بعدی. بچه‌ها صبح شده و من چند ساعت داشتم دنبال هتل 3 ستاره میگشتم و اونو پیدا کردم و بریم با همین هتل رو تست کنیم و ببینیم چرا 2 ستاره کم داره و چرا 3 ستاره داره. خب بچه‌ها لباسامو عوض کردم و وارد اتاق شدم و از اینجا که شروع کنیم، این که در ورودی هستش. این در نمیدونم چرا قفله، فکر کنم کلیدش یه جایی بعد اینجا باشه و میرسیم به به چقدر شیک و زیبا. طراحی شیکه، تلویزیونش جلوی تخت خوابه، درست اومدن. شاید یکی بخواد دراز بکشه راحت و به تلویزیون نگاه کنه، که این یه نفر شبیه من هستش. و اینم از ویو و منظره زیبایی که میبینید و اینم از هتل 3 ستاره‌مون. من از 5 ستاره 4 ستاره به این هتل میدم، چون هم رنگ اتاقش رنگ مورد علاقه منه و یه دقت کرده باشید نمیدونم میبینید یا نه، ولی رنگ دیوار اتاق من با رنگ اتاق اینجا یکیه و خیلی خفن و زیبا هستش. بریم بخوابیم و فردا بریم سراغ هتل بعدی. صبح شده بچه‌ها و ساعت 9 هستش و یه خورده زیادی خوابیدم. برو بریم سراغ هتل بعدی. و بچه‌ها اینم از هتل 4 ستاره که یه همچین جایی هستش. وارد اتاق که میشید اولین چیزی که به چشمتون میخوره ویو زیبا هستش و این استخر رو این دوستان عزیزی که تشریف آوردن به هتل و به نظرم خیلی باله. منم یکم دیگه میرم توی آب پیششون شنا میکنم. و اینجا آشپزخونه ما هستش، خیلی خفنه. اینجا یخچال داره، دستگاه قهوه ساز داره و خیلی چیزهای دیگه فر داره. و اینجا مبل هستش، میتونی بشین اینجا و از این ویو لذت ببری. خیلی خفنه، واقعا من لذت بردم از این هتل. اگه از این بعد بخوام توی GTA هتل برم حتما این هتل میام، چون خیلی ویو زیبایی داره و خیلی بزرگ و خفنه. و اینم از اتاق خوابش که یه اتاق خواب 2 نفره خیلی شیک داره. دوباره اینجا ویو داره و من
منظره زیبا. واقعا هر چی بگم از این هتل کم گفتم، نمیدونم چرا دارم تبلیغ میکنم، ولی احتمالاً بیان اسپانسرم بشم. و آره خلاصه این بود از هتل 4 ستاره که خیلی خفنه. بریم اینجا پیش بچهای یکم، از چون من اومدم و چون شب شده بیشترشون رفتن از اینجا، ولی هنوزم کسایی هستن. این داشتون فکر کنم داره کباب میکنه. این بود از هتل 4 ستاره. من به این هتل از 5 ستاره 5 میدم. واقعا خیلی خفن و دوست داشتنی هستش. شما هم حتما نظرتون راجع به این هتل توی کامنت ها بهم بگید تا ببینم شما چند ستاره میدید. کنجکاوم و فردا واسه هتل بعدی میبینمتون. خب بچه‌ها من کل روز گشتم ولی متاسفانه هتل 5 ستاره توی این شهر وجود نداره و همون هتل 4 ستاره‌ای که دیدید خفن ترین هتل شهر بود، چون که تاپ ترین 4 ستاره ها بود و هتل 5 ستاره‌ای متاسفانه وجود نداره. و مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اگه دوست داشتید کانال من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و تا ویدیوهای بعدی میونمتون. فعلا خدا نگهدار.